أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من يسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى الأبد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا از نام حضار محترم، از نام دوله‌های محترم، خوری‌های محترم، مولوی‌های محترم، حاجی‌های محترم، مهمان‌های عزیز محترمی که امروز مهمان این خاندان هستند، بابای حاجی را انشاءالله این توی بابای حاجی و فرزنداش است و خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند حنان و منان مسئلت او را دارم که پروردگار این طفلک‌ها را که یکیش نامش ابوبکر است دیگرش چی است؟ احمد جان، همین مثل باباشون وحید خادم کنج کوکننده همون در دل یک سوزی هست، یک ذوق رغبتی هست که آدم کنج کو میکنه، هیچ گاهی پیش خود نمیکنه. چرا جوانمرد و از باباشون از ما بالاتر حافظ کل قرآن خودی میدی به شریعت واقعا این محفلای خیلی استفاده بودن در کاربرانهای عزیز. به خدا قسم روز به روز کم شده همین بقدر همین نعمت که نرسیدیم خدای تعالی این نعمت را کاسته میکنه، این نعمت از بیان اون میبرداره. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرت خداوند میفرماید اگر شکرگزاری نعمت کرده از این نعمت بیشتر و زاییتر براتون عطا میکنه، لیکن اگر کفران نعمت کرده و قدر نعمت نرسیده البته عذاب ما بسیار سخت می شود، هم در دنیا و هم در قیامت. روایت میکند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت ابو امامه باهلی ذکر لرسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان، میگن از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار قصه دو مرد کردن، احدهما عابد و آخر عالم. یک نفرش عابد بوده است، شخصی که از تمام نوش نعمت دنیا رو تافتگی شب و روز در عبادت خدا، همه روزه روزدار. و دومش عالم، یعنی شخصی که علم آموخته است دیگران را تعلیم میده که کدامش مرتبه و منزلتی بالاتر داره. حضرت در جواب فرمود خواهش میکنم گوش کنید، این سخنهای پیغمبر است، ما حق نداریم پیش خودمون گپ زنیم. حضرت گفت فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است نسبت کمترین شما. الله اکبر. فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دیگر پیغمبرای خدا مثل فضیلت ماه شب 14 است نسبت هم دیگر ستاره ها. مثل ماه شریف رمضان است نسبت دیگر ماه ها. مثل روز شریف جمعه است نسبت دیگر ایام. این شما تصور کنید که میگه عالم به نسبت زاهد به حد فضیلت داره که من به نسبت کمترین شما. و این الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. حضرت میگه به شک شبهه ملائکه های پروردگار که خداوند اونا را از نور خلق کرده است، به گناه و به آلایشان، اما بال و قنات های نازنین شونه پایانداز میپرتویند در پیش یک طلبه علم. یک جوانان که تعلیم علم میکنه قنات هاشون هم میگن میپرتویند که بالای قنات های ما را بگرده تا اوزار نبینه. الله در هیچ دینه، در هیچ جریانه، در هیچ حزب فضیلت عالم و فضیلت علم تا این درجه ای که آخه قرآن وصفش کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم وصفش کرده است، به خدا قسم نیست، اما بو نمیرسیم، به قدرش نمیرسیم. هم نشین اهل معنا باشتاب، هم عطا یابی و هم گردی فتا.
جمله دانایان همین گفته همین هست دانا رحمت للعالمین. گر انار میخری خندان بخر. حضرت مولوی خدا رحمت مغفرت شده مولوی روم در مثنوی شریفش میاره گر انار میخری خندان بخر تا دهد خنده زیدانه او خبر. میگه انار که میگیری انار کفیدگی ها بگیر. او کفیدگی معلومه که پختگی هست یا خومه. ای مبارک خنده او کزدهان می نماید دل چدر از درج جان. نامبارک خنده آن لاله بود کزدهان او سیاهی دل نبود. نار خندان باغ را خندان کند. همین باغی که انار داره و اگر بدروی بعضش کفیدگی باشه نگاه کنی میگوی تمام همین باغ خندیده است. باغ تبسم داره. نار خندان باغ را خندان کند. صحبت مردان از مردان کند. صحبت مرد خدا مردت کند. صحبت هر ناسزا سردت کند. صحبت صالح تو را صالح کند. صحبت طالح تو را طالح کند. صحبت عاشق تو را عاشق کند. صحبت فاسق تو را فاسق کند. گر تو سنگ خاره و مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. در دوام حدیث حضرت صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند و این الله و ملائکته و اهل السماء والارض. بیشک شبه الله ذوالجلال به همون مجد عظمتش با تمام ملائکش که در 7 آسمان و اونایش که حتی مسئول هستند در روی زمین میگردن و تمام مخلوقات روی زمین و آسمان حتی نمل فی حجرها حتی مورچه در همون لانچش و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. ماهی ها میگه در قعر آب همه صلوات میفرستند بلکه به همین شخصی که مردم تعلیم میده، به همین شخصی که مردم اصلاح میکنه، به همین آدمی که مردم از حلال و حرام آگاه میکنه. یا گپ مونده شده ملوگی کسبه ملوگی کسبه همین را با خود گپ کرد. ملو یعنی چی؟ ملو یا فقیه میشود بچوره یا محدث میشود یا مفسر میشود یا مؤرخ میشود. به خدا قسم همش علمه همش کسبه. علم کسبه پس کسبه. چرا کسب نباشه؟ در یک محفل یه حضرت ها رو هم بدن تنه هم زدن گفتن در ماشین های هر خیلی سوار میایه یکون ملا در تاریخ بار ماشین اختراع کرده. من گفتم رئیس این در فونکسیای ملاها نمیدرویه. اگر در فونکسیای ملاها میدروید حتما اختراع میکردن. ملا وظیفهش دعوت های مردم از حلال و حرام آگاه کردن های مردم به نماز و به مسجد دعوت کردن های. ملاها با بهای 5 فونکسیاش رو اجرا کردن. اما این در فونکسیای ما نمیدرویه. تو خود جواب بگو که در مدت 70 سال حکومت سویتی اکادمیای علوم بود، اکادمیای فنها، آخی صدها و هزارها اکادمیک، دکتر، داتسین وظیفه‌شو همین بود. همون تکنرایی که بودن اینا الحمدلله زیاده 20 سال شد که در استقلال هستیم. همون اکادمیای فنها هستن. یگان علم یا سیم اختراع کرد. ولی ماشین کو خیلی مرتبه و هم یا سیم خدایجانی اختراع کرده که طعنه میزنه. وظیفه ملو دیگه چیه؟ این سوالات خودشو سوالات احمقانه. یک شخص نزد امام شافعی میآید در دهنش خرما نمی خرما های بیرون نمیش در دهنش میآید همین فت کردگی حضرت امام و میگه اوخی بدبخت همون نمیگه دهنت خشکو گپ زنی گپ تا بفهمیم. اوخی میگه همین را گرفتن نمیتونم. این در حال خشم و غضب زنش گیزلش کرده گفته اگر من همین خرما را بخورم تو به من 3 کلو. اگر ای دهنم برو وردم شم 3 کلو. اینا در دهنم مون دست چکار کنم. اینا ماتماتیک حل کرده میتونه از برای بوتانی که همین را حل میکنه. هر کسی را بحر کار سوختن میل آن رو در دلش انداختن. اخیر اگر عالم دین که حل نکنه کی حل کرده میتونه؟ خدا رحمت مغفرت کنه امام شافعی را. اگر چند جوان بود گفت ای مسلمان گفت همویش که در دهان تایکو گزیدگی اوشا بخره اویش که ایسیلی بیرنای اوشا پرتو. اینا خوردنی کامل بشوه اونا پرتوفتنی کامل زمین
مسئول شرعی را عالما حل میکنند. جامعه احتیاج به همین دارد. گر نبودی علم عالم پیشبر عظمت مادر نمیکردی حذر. اگر عالما نمیشیدن حلال حرام برامون نمیفهمودن خدا نگه بداره یا فسق فسادای را میدیده که با خدا قسم پشم طلب و جوره میکرد. پس به قدر این معرکه برسید برادرای عزیز، به قدر همین سوال و جواب و همین صحبت برسید. حضرت در ادامه حدیث میگه و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. پیغمبرای خدا همه پیغمبرای مهربان و نازنین که وسیله بین الله ذوالجلال و وسیله بین بنده های خدا هستند، اینا میگه از خود درهم و دینار میراث نمیگذارن. پیغمبر از خودش دنیا نمیگذاره، پیغمبرها از خودش علم میگذارن. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. و هر کسی که این علم گرفته است انشاءالله که از حصه بین باید بزرگی را از میراث پیغمبرها، از میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسب کرده است. حضرت شیخ طور یک عارف ربانی است، همه تو میدونید. یک کتاب داره با نام تذکرة الاولیاء که برای تمام اولیاء، برای تمام صوفیا، برای تمام عارفا این یک کتاب دستورالعمل روی میزی است. همش تعلیمش میگیرن میخوننش. در کرامات شیخ طور حتی شک و شبهه نیست. حضرت قصه میکنه با مسجد در بخفت آن عالم راه 30 تا در نماز یک جاهل آن داد. یک عالم میگه بعد نماز پیشین نام یک کنجا که مسجد سر شونده است خواب کرده است، یک عابد در پهلوش ایستادگی نماز خونده است. کسی ابلیس را دیدی ایستاده، بعد او گفت چی کار است تو افتاده؟ یک آدم دیگر شیطان در دهنی ده، بعد گفت ملعون یا بدرو یا ببرو، تو چی دهنی در را گرفته؟ لعین گفت همه خواهم هم اکنون که جاهل را برم از راه بیرون. گفت اومدم که میگه که همین مرده که ایره دور کنم تا نماز نخونم. این نماز خونده است تلخی و کفیده است. ولیکن زان ندارم طاقت تا که میترسم از این دنیای در خواب، اما جرأت نمیکنم بدرم ایامو قولی خواب میترسم. اونم قولی میگم که خواب کرس کرده ایامو میترسم میگم. گر این دونا نبودی پای بستم چمو میبود اون جاهل بدستم. اگر سری ری من همین نمیگیری اوی در دستی مرنگ یک پلاستلین بود چی خیلی در کار بود لپیتش بکن. الله فیهان زین صوفی در حیل مونده ولی در حیل خود به عیل مونده. ولی بعضی او را نصیحت بکنی که برادر تو ای قجون کنده در برو هم یک تجوید و ترتیب درست کن. نمازه که فرضی پروردگار ای درست بخونی علم حال ای علم قول بولای اترا صدقه علم حالم کنم علم قولم کنم. همو بزرگایی را که خدای تعالی علم حال داده است او را علم لدونی داده است. او علم داره، او به علم و به سواد نیست در رنگی تو. چه خس بر روی دریا در توافی غواصی چه ندانی چند لافی. همین خس تای او نمیشینه. او همین خس هم میسازه که تعریف کنه خیچه که من بولو بولوی او میرم. او وقتی غوطه زده نمیتونه، تای او رفته نمیتونه، تمام در و مروارید همه در زیر دریا میشوه. چی لوف میزنی میگه شترمرغی که وقتی کار کردن چه مرغی و چه اشتر وقتی خوردن. این طایفه مثلا یا شترمرغ میمونه کارشو که فهمیدی میگن ما مرغی در خوردن شتر. سخن که از علم گویی راست آن است مرا از اهل دل درخواست آن است. میگه ای اهل دل در خاک پاتو سته از علم گپ زنه، از چارچوبه شریعت خارج نشوه که آدم گمراه میشوه. تو را با علم دین کاره بباید، به قدر علم کرداره بباید. چه علمت هست با علمت عمل کن، پس از علم عمل اسرار کن. تا اولا علم کسب کن و چه کاره که بکنی مرحمت انشاءالله دیگه راحت کشوده. پس این مجلسی خیره باور کنه این خیل مجلس ها خاصتا با این تعداد بزرگا و عالما و قاریا بسیار نادر هستند این شب روزا. اگر ما میکنم که اون ملائکه‌ای را که در حال دنیا گفت که میلیون ها شاید میلیارد ها ملائکه مجلس ما را تماشا میکنن، حتما انشاءالله خبرم میبرن که در خونه حاجی شمس الدین یک محفل خیری بده مسلمان ها جمع شدگی
سخن از خدا و پیغمبر از بزرگای دین میکردن و حضرت خداوند و ملائکه را شاهد میگیرند یا ملائکتی اشهدکم قد غفرت لهم. ای ملائکه من شما را شاهد گرفتم، اشهدکم، من شما را شاهد گرفتم که من گناهم یا را بخشیدم، من خطی عفو ولای تمام معصیت شو کشیدم. میگه یک نفر از ملائکه ها میخیزه میگه یا ربی فیهم فلان و لیس منهم. پروردگار آخی دبایش یک بودن بود او برای گوشکنی نمومده بود. یک کس در کار داشت سراخ کنی اومد گفتم در خونه فلانی های خیلی میرم همه زعدنا نخلی و یکون چی میکنم با میون گناه همین را میبخشی اصلا. یک آدم دیگه هستن که کار برش دیگه های آخی مقصدش دیگه های اون گناه همین را میبخشی. حضرت گفت هم الجلسا لا یشقا بهم جلیسهم. علمای امت حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم هم نشینای خوب صالحی هستند که هرگز نمیگذارند که کسای با اونا در محفل مجلس بشینند اینا واسط که شقی شوند دوزخی شوند. حتما نصیحت شو میکنند، دعوت شو میکنند. خدا کنه که ما و شما از همین پند نصیحت های استفاده ببریم. واقعا گوش کردن یک کار است، با شنیده عمل کردن دیگر چیز است. شنیده را به دیگران رساندن دیگر چیز است. برادرای عزیز در اینجا اگر جمع ما را همش حساب کنیم 100 نفر نمیشه، اما اگر هر کدام ما 10 نفر اقلا از چیزی شنیدگی خودمون آگاه کنیم انشالله تعداد 1000 میگذره. اگر ما و شما فرزندای خودمون نصیحت کنیم باید اگر خودت عالم نشدی آرزو کنی که فرزندم عالم شود، نظیرم عالم شود. خودت قاری نیستی حتما آرزو کن که پروردگار او که فرزند ما قاری کنه، نبیره ما قاری کنه. ولی همین روسای هم مطل دارن تاد سالدت کتاری نمیشته 100 گنیرال. واقعا همین مسلمان کمتری آرزو نداشته باشه صدقه همین نامی بزرگ اسلام کنه. مرد باید همیشه آرزو داشته باشه در حق فرزندکش. همینجا در اومدیم خدا برکت بده چند جوان مرد اومدن همین فرزنده که ما در حقش دعا کن که خدای تعالی همین را فرزند فرزانه و یک فرزنده که با اون مسلمان ها افتخار میکرده باشن و کمال برسونن. بسیار مهم است. در یک واقع تاریخی تو نقل کنیم حضرت این تاریخ هم متاسفانه تاریخ اسلام کم میدونه، قهرمانای خودمون نمیشناسیم. ولی اگر همین طلبه مکتب دل خوش بپرسی الکساندر ماتروسوف میدونه، پاولیک ماروزوف میدونه، نه که همین بگوی که همین صلاح الدین ایوبی کی است قسمی همو آدمایی را که کیناشو تماشا کردن نمیکنم دیگهش نمیشناسن صلاح الدین ایوبی در صورتی که او قهرمان ما های. در عصرهای میانه نصرانی ها وقتی دیدن که مسلمان ها به همدیگر در حالت جنگ و جوش قرار دارند، این زمان حکومت سلجوقی ها است، آخری حکومت سلجوقی ها. این بدبخت ها هم از فرصت استفاده بودن یک پاپای با نام پی، والله علم پی 7 باشه خدا لعنتش کنه، مردم دعوت کرد در واتیکان که باید ما خرام گسپود را آزاد کنیم از دست مسلمان ها. ما باید شهر بیت المقدس اونا یروشلیم میگن، همین شهر یروشلیم دوباره برمیگردونیم بگیریم این شهر ما های، این وطن نعوذ بالله خدای ما های. حضرت عیسی را در نظر دارن و آهسته از ضعف از همین کشمکش مسلمان ها استفاده برده ساحل های بحر میان زمین همه را ضبط کردن گرفتن. در هر جا گرسکست و گرفست و تأسیس دادن. آخرالامر سال 1098 در جنگ صلیبی سیوم بیت المقدس ضبط کردن گرفتن. تمام مردای مسلمان حتی مردای یهودی را ایدن شمشیر گذروندن بدبختان و در آنجا یک دولت تأسیس دادن به نام کرالیوست و یروسلیمسکی. پادشاهگری یروسلیم پادشاه داشتن. از بس که به حد تشویش آور بود کار، هر سا هجوم میکردن، کاروان مسلمان ها را غارت میکردن، آرام که نداشتن مسلمان ها. برای همین شاههای سلجوقی را مجبور شدن که اگر چنده که جوان هم باشن بچه های جسور را با غیرت امیر تعیین کنن. در شهرهای سرحدی که نقش فورپوست اجرا میکردن در اونجا امیر تعیین کنن. از جمله سلطان محمد سلجوقی یک جوان کرد را با نام نجمیدین ایوب میگن را. اگر چند 20 ساله بدست
امیر شهر تکریت تعیین میکنم. این تکریتش حالی هم در عراق هست، شهر تکریت وطن صدام حسین. هم امیر همونجا تعیینش میکنه از بس که او سرحد بدل کرد. داریم در حال جنگ نیزا با همو سلیدورو بدن، جوانی با غیرت، شجاع، پهلوان. همین خاطر با وجود جوانیش گرفت امیرش تعیین کرد. نجم الدین زن نداشت. یک دودر دیگه داره مثل خودش هم که یک شیر پهلوان با نام اسدالدین. گفت برادر زن نمیگیره. اوی سنت پیغمبر گفت دودر جان من خدا طلب کرد است یک زنی صالحه خوب. اگر خداوند نصیبم بگردونه یگان همتری زنی صالحه میشورو پیداشم میگیرم. گفت اکا خدا نمیدونم. یک بچه خیلی کوچه‌ای. گفت تو امیری، تا اگر دختری سلطان محمد خواستگاری کنی نمیگه. تو ای نیست بگوی که من تاب دیلم نیفتم یا که تو یگان جبرای نمیگم. یا اشتاق بکش 100 کس میاد دخترشم میاره که مرحمت این حضرت بگیش. من شنیده میگه که همین وزیر پوچو 3 دختر قدرست داشته. بیا برای ما کجا نگاه میکنم یا چه تخش که بگی یا تدیه شما من بگیرم اوگه اکل دوداری با بوجه میشیم بوجه را نغز ببینم. و گفت بچه هم ولی من خدا طلب کردیستم. اگر ناامید کشیدم کارم که بطه غلطید با توکلت بخدم که جای میره دیگه مرحبا خواستگاری کرد. و گفت اکا چند کم مهلت میخواهی؟ چند کم مهلت؟ گفت همی 1 سال 1 سال قمری کفایه. خیلی باید 1 سال سلامت نگو. خیسه کوته ای بین 5-6 ماه گذشته بود. باره میگه امیر در کوچه شهر سرخطیب مسجد جامعه تکریت و میخوره. حضرت قطعی زیارت میکنه، احوال پرسیش داره که چی مشکل داره، چی کمبودیا داره، چی خدمت کنم. همین وقت عورت میگذرن در سراش چادر کشیدگی. نگاه میکنه امام خطیب میگه حضرت امیر من گپ همه در سوالک دارم، اگر اجازت باشه من بپرسم. شو خدا میدونه یا دیگه آیا میبینم یا نمیبینم. خداوند خیلی موافق خواهد. من میگم مرحمت من نگهت بکنم، من اینجا انتظارم. میگه امام کفاشو یک چند قدم اومده و گفت خواهر خونت خواستگار روی کردم برای چی دخترت ندادی؟ گفت حضرت همین دختر خشش نکرد. گفت برای چی خشش نمیکنم؟ یا جوانی نازنین آخه شاید این دختری طرف خشرو باشه، جوانی صالح و دولت برای چی خشش نمیکرده است؟ گفت حضرت این همین قطیمه، همون دختر قطیمه. خود چه جنجال تو گفت من تو به توانی سوال تو ندارم این اینجا قطیمه. و گفت بچه‌م چی بود؟ اون جوان را شکسته کردی. او تو را نمیشناخت. یک جوان یا توجیه پیش 5 نماز میاد در مسجد امام میخونه. من توصیهش دادم که همون دخترک پدر نداره، دخترک صالحه قرآن خوانه حافظه قرآن همون را برا بگی و تو بیچاره را ناامیدش کردی. او ایتاری جوان قد کوچه نیست. و گفت حضرت تعبیدی من نیست. یا آوازی دختری برما دایمی تایی شدن که حضرت این تعبیدی من نیست. بگو ناشگری دیلی تو شما که دیلی تو چه میخواه؟ آخه در کف من بگیریم ایتو بلند در درجه و منزلت هم ایتو بلوهای. آخه پلاژنی اجتماعیش هم ایتو بلوتر های. دیلی تو چی میخواه؟ آخه تصور کنید دختر همون وقت 13 قدم در 14 بوده. گفت من میخواهم یا شوهر کنم که دست ما بگیره داخل جنت ببره. الله و خدا قسم چی جای دخترو کمپیرو موی تری عقل فراست ندارم. یعنی کمپیرو تری عقل فراست ندارم. آرزوی کلانی زل امروز چه همه شما یک خونه بگیرد جدا شما همی خسل خشتو من تیز جو ما کشتیرم. همین ای بچه یک گوشپوری تیلو این بگیرم مادی برماده سولی همین از برای خدا این آرزو در کجا های؟ من میخوام یا شویه کنم که پادروشکا که قدیش جنت بریم. و من میخواهم که خداوند در پشت او شوهر یک فرزند نمیبته که بیت المقدس دوباره آزاد کرده برای مسلمانان تبیه. این تری آرزوها داشتنه. الله دخترها نجم الدین ایوب در بالای اسب سوار کوش کرده است که شنیده. این حضرتون هم بلند گم میزنه شنیده است. گفت حضرت من میگیرمش. گفت این همکفی شما نیست یا امیر. یک کم بغل دختره یتیم دختره شما یک امیر دختره بگیره. یک با خدا قسم من 3 سال شد ای خدای تو من تری زن طلب کرده استم. این خدای آمده رسمونده. همون روز نکاحش کرد توی کرد گرفت و
عجب زندگی. آخی اویله که شوهر جوانمرد زن تا این درجه را صالحه، البته در اون اویله محبت هم است، مودت دوستی هم است و خداوند بعد یک سال از دامن همین زن یک پسرک تولد کرد با آرزو و محبت نامش کردن صلاح الدین. صلاح الدین این جوان میگه ایمی خوردی حفظ قرآن در پیش مادرش کرده است، در یک دست شمشیر در یک دست قرآن در مورد اصل و تربیت کرده شد و عاقبت الامر همین صلاح الدین شاید فهمیده قصه صلاح الدین ایوبی را کرده است. صلاح الدین بعدی 50 سال همین واقعه، بعدی 40 سال همین واقعه، 36 بعدی 50 سال در سال 1087 در حتین نام موضع ایکیولی در تریتوری اسرائیل است، خشون یکچین صلیبدارا را تارمار کرد. در این جنگ بهترین ریتسرای اروپا اشتراک داشتند. همه اردنای تمپلیه را گاسپیتالیه را همه همیو اشتراک داشتند. گلهای سری سبت جامعه اروپای همونیزا در جنگ پر را تارمار شو کرد. 300 نفر اسیر گرفت، از جمله همون کارل یروسلیمسکی را گیده لوزینیان نام داره. گیده لوزینیان وقتی великий магистри ордени госпитальеро, великий магистри ордени госпитальеро ҳамаи ҳамиро плен нагирифтааст. 299 таша озод карда, як таша аз номи пайғамбар ба қасди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз баски қасди иҳонати ҳазрата дошт ҳамунҷа қатл кард. 299 та дигаша озод кардааст. гуфтанд ҳазрат шаҳр пешкаш, ина шаҳр дар ихтиёр. гуфт расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам шаби 27 раҷаб омадааст, моҳи раҷаб будааст. оли як 8-9 рӯзи дигар аст, ман сабр мекунам. дар ҳамон биёбон 8-9 рӯз истод. шаби 27 раҷаб дохили байтулмуқаддас шуд. омад масҷиди ақсо, 2 ракат намози шукр хонд. гуфт худоё ту гувоҳ бош ки ман ба ваъдаи падару модарам вафо кардам, ба ваъдае ки дар ҳузури ту кардам вафо кардам. парвардигоро худо гувоҳ бош. агар ҳамон модар намешида, ҳамон ғайрат намешида, охи агар фарзанда ӯ наҷмиддин аюб бо завҷаш ҳамон хел шербача агар тарбия намекарда, салоҳиддини аюбия иттиҷоҳ мешид. барои ҳамин чизеро ки шинидем, ин фақат барои шинидан кайф карданму нестай. меброем аиҷа акида я саҳбат бисёр кайф кардем, да со лаззат бурдем. хай чӣ шиниде? Да ёдум нест айне ки бисёр гапҳои аҷиб. ҳамтарӣ нашава бародари азиз. одам гапа ба ӯ хотир гӯш мекунад, дар зеҳнаш бигира, бигзор ҳамашам ки набоша, я миқдорша ва ба дигарро бирасона. як марди худо рӯзи ҷумъа мол киштасту, бачаша рӯй карда ки бачаҷон бира намозхонаро даъват кирд, биёянд мақсад нӯши ҷон кард, таом тайёр карда. бачаш мерава, баъди ҷумъа 3 каса мегира меояд. ака падар бечора ина мекард дастафони калон кардаги мунтазир истодааст. фарзанд хати 3 кас меояд. ай худо ҷонамардат бакша, ман тра чӣ гуфтам? гуфт чӣ гуфти падар? он нагуфтам ки мардама даъват куд. гуфт мардам гуфти ё намозхоно? гуфт намозхоно. ман гуфт дар ҳамин даҳани дари масҷид истодам баъди намози ҷумъа. ҳамин ҳар касе ки айдар бомад саволш кардам, ака, амаки, тағоӣ, ҳамин имом дар ҳамин 2 ракат фарзи намози ҷумъа кадом сураҳоро хонд? ғайри ҳамин 3 кас ҳеч намедонам. худо айанаи паноҳ. худо куна ки саҳбатҳо мусаббатҳои муассир бошад, саҳбатҳои бетаъсир набошад. худо куна ки мо шумо ғайрат дошта бошем, ҳамият дошта бошем. худмонам саъй кунем. я бародар мега хай ки сини соли мо рафт, кори худо ягон 25-26 сола буд валлоҳ. ҳамин бачаакому умед дорам. малла кой хуб. соҳобаҳои пайғамбар мусафед будан, таълим гирифтан. бесавод будан, умӣ будан, хондан навишта наметунистан. ҳамон мусафедо хати савод ёд гирифтан, тамоми бани башара таълим додан. охи ҳазрат гуфтааст утлубул илма минал маҳди ила лаҳд. илма аз гаҳвора то вақти ҳам дар лаҳад мундан талаб кунед. хатиб бобои ҳоҷӣ дар қарнатепа дар як маҳфил ширкат кардем. охи як саволҳои кручоне метавад аз барои худо ки анча-манча муло ҳамин ингишай ҳамон меояд. ӯ барои дар маҷлисҳо иштирок кардааст, гӯш кардааст, дар ёдаш гирифтааст. бузургишам аз ҳамин аст.
علم فقط به انت خوندن خط به خط نمیشود. همین شنیدی در یادت گرفتی همون علم، دیدی در ذهنت گرفتی همون علم. اینجا گمان میکنم که خونه که کم کم مقصد روی خاطر کرده ولی خط کلاس شما را به سوال بوده نکنه. الحمدلله این مقصد سوال است. العلم خزائن الله تعالی و مفتاحه سؤال. علم خزینه پروردگار است. کلید یارم خزینه سوال است. کلید دست یعنی سوالتی ها است. خداوند محفل خیر مبارک بشه همه برای بابا حاجی، آدم برای فرزنده و برای نبیره ها اهل خاندانش و پیش اقربا و قومایش که در این محفل خیر شکل